دوستان سلام، مخلوط کنه صنعتی کاوردار از برند ویتامکس. پنل دستگاه کاملا لمسیه. این قسمتی هم که میبینید چند تا حالت برنامه ریزی داره، براش تعریف شده: آب میوه، اسموتی، سس، آسیاب و این هم که دکمه پالس دستگاه هستش. حالا ما دستگاه روشن میکنیم تا یه تستی براتون انجام بدیم. این که حالت پالسشه. حالا به عنوان مثال یکی از این حالتهای برنامه‌ریزی رو انتخاب میکنیم و روشن میکنیم. توی این قسمت تایمر دستگاه هستش که به صورت دستی کم و زیاد میشه و سرعت دستگاه هم همینطور. سنسور داره دستگاه، زمانی که پاش رو از دستگاه جدا میکنیم برق دستگاه کلا قطع میشه همونطور که مشاهده کردیم و دستگاه قابلیت روشن شدن رو نداره. این قسمت سنسورش هستش. کوبین دستگاه هم همین قسمت ماده‌ای و همین قسمت نری در دستگاه فلزی هستش. این دستگاه مدل TM2200 و قدرتش 2500 وات.